مزاری را گپ زدو در موردش شفه همین تو قیل زده تیر شدن واقعا انصاف هم فقط داشت میگه کسی که از مزاری گپ ده اما در برابر شفه شما خود بگیره تیر شدن. یک چیز برای شما میگم، شفه در زمانی که غرب کابل بود گرایش رو بگذار، زمانی که جنگ آخر اتفاق افتاد شفه در غزنی بود. یعنی میگم برای شما که میگم یعنی میره فقط در ذهن خود بگیرید بعد باید بفهمید که شفه کی برای مثلا این در غزنی بود. رفتن در اونجا که جنگ کنه، جنگ هم شکست خورده، رفتن طرف جرمنتو، طرف جغتو طرف. بهانه بسیار خوبم برشان بود که برادر ما اومدیم جنگ شد دیگه پس رفتنت نیستیم ولی حضرت آخر هر کس یک بانه پیدا میکنه از کابل بوشن. آقای محقق زاده خبر داره که چرا آدم‌ها بانه پیدا میکردن که حیات شدن یک کار شد که از کابل بوشن. نه حال بزرگ میگم به شما میگم ولی این رقم بور شد رفتن. اما شفه در روزهای آخر که جنگ در کابل بیداد میکرد و تا حوزه نمیشسته و که تمام چیز خلاص شدن، شفه از غزنی پس دوباره در سیمای یک آدم یک کلینر موتر یا هر چیز دیگر فرستنده که پیش شام در زیر قصر دارالمان رسید. خبر رسید که شفه آمد. چرا؟ به خاطر که شفه من نبود، کریم و موسی و خلیل و فلان بگدان نبود که او بهانه پیدا کنه از اینجا بگریزه. او بهانه پیدا میکرد که پس بیاید در کنار کی در مزاری. میگه که من در وقتی که مزاری در کابل در بین جنگ و آتش باشه در غزنی آرام بودن نمیتونم. یک داستان را از ابراهیم، داستان ابراهیم خلیل هست که میگم که ابراهیم که در آتش میسوخت یک گنجشک را دیدن که مورد منقار خود آب میگیره در سر آتش میندازن. آدمای هوشیار یا کبوترای هوشیار که هر چیز محاسبه میکردن گفتن که گنجشک آتش به این بزرگی منقار به این کوچکی است تو این آب قطره قطره میاری دست از آتش میگه چی خاطرم رسامونی دیگرارم برو بکن. گفتن میدانم اما سخن این است که ابراهیم در آتش میسوزد گنجشک آرام بوده نمیتواند. بعضی از آدم ها برای مزاری گنجشک آتش ابراهیم بود. شفیه نیست میتونه که در این لحظه آخر که کل دین فرو ریخته و همه چیز پایین رفته من هیچ کار کنه نمیتونم. اما یک چیز میگم مزاری در کابل مونده، شفیه در غزنی آرام بودن میتونه. مگر شما میتونید از مزاری گپ شفیه را نادیده بگیرید؟ گپ سر زنیه که شفیه یا نصیر یا کسی دیگر خوب کار کرده و بد کار کرده. گپ سر مزاریه. اگر از مزاری به عنوان یک قهرمان، به عنوان عدالتخواه، به عنوان حق طلب هر چیز یاد نید پرو گل جورنین و در خانه خود دکور میکنین، سهم شفیه کجا ایدا میشه؟ مزاری جنگ کرده که خودی جنگ کرد یا شفیه جنگ کرد؟ مگر میشه که جنگ مزاری مقدس باشد، جنگاور مزاری با هر اتهام کفته شده؟ من برای شما به عنوان یک شاهد میگم اون کسی که در کابل نام خود دیوانه گذاشت دیوانه نبود. و یک چیز دیگه من برخی کسای دیگر را او زمان در استرالیا رفتن میگه سخن کرد گفتم که بعضی کسا که ما شما دیوانه میگم دیوانه نیو مجهوله. دیوانه کسی که کار دیوانه انجام میده. دیوانه یعنی چی؟ دیو غول نه خوب نه بد، یک قدرت عظیم و هولناک. یک قدرت اگر تو دیو را تسخیر کردی دیو کور از جایش میکنه، دیو دریا را استاد میکنه. دیوانه یعنی کار دیواسا، یعنی کار را میکنه که فقط دیوی کار کرده میکنه، غولاسا یک کار کرده میکنه. دیوانه که من از او گپ میزنم که میگم چرخ تاریخ را متوقف کرد او از این گونه دیو بود، مجور نبود. کسی که بیاید پیش آتی خوابه قصهش نه قد سیلی در روی زود بزنه که ما دیو نشده او مجوره. کسی که انسان را تحقیر کنه که ما دیو نشدم دو بزنه فوش بده دشنام بیده او مجوره. دیوانه به خصوص دیوانه‌ای که در یک جنگ بزرگ، در یک نبرد کلان، در یک معرکه بسیار بسیار عظیم استاد است،
او مجنون نیست، او دیوانه کار دیواسا انجام میده و کسایی که اینجا یک کمک زده سنش بزرگترن میدانن که واقعا ایستاد شدن در روزمون در کابل، در غرب کابل کار آسان نبود. شهادت بتن بگن که نه، شفیع دیوانه نبود، شفیع اساره درد یک جامعه بود که این جامعه را در اشکال گوناگون تحقیر کرده بودن، زده بودن. امور رقمی که دادتر صاحب رحمانی میگن این با سیاست سکوت و با جنگ روانی در درون از این جامعه به حاشیه رانده بودن. و شفیع اساره از این درد فریاد کشید. نقد یک جرم داشتن، جرمشان همین بود که آمدن ایستاد شدن که هزار بودن جرم نباشن. کسی چشمان خود را به اصطلاح سلمان نپوندن، املاق نکنن. اگر اینمی جرم را مزاری مرتکب نمیشد، در اون روزهای اول کلی مزاری در آغوش خود میگفتن، از خیلی های دیگر کرده مزاری رو بیشتر قدر میکنن. پس آدم هایی که از مزاری چیز میدانن سکوت نکنن. میدونی چی میگم برای شما؟ هر کسی که در اینمی بزنگاه تاریخی سکوت میکنن، میدان را بر روایت آدم هایی که بر علیه مزاری بسیج شدن باز میگذارن. و خدا کنه هر چی باشد این آدم برای شما دوست نیست.